سلام جیگرها، خوش آمدین به چینل یوتیوب من. امید که خوب و خوش و آرام باشین. لطفا یوتیوب من را سابسکرایب کنین، زنگوله را پچک کنین که هر وقت ویدیوی نو ماندم براتون نوتیفیکیشنش بیاید. خب آمدم براتون قصه کنم که چی شد که من مادر شدم. در چند سالگی مادر شدم. حاضر هستین؟ من در 16 سالگی مادر شدم و خیلی خوشحال بودم. خیلی فکر کنین ما در فامیل خود اشتوک نداشتیم. 3 خواهر بیادر بودیم، هر 3 تا ما یک جای کلان شدیم و متاسفانه من همیشه اشتوکای همسایه ها، اشتوکای قوم و خیش و ای اور در بغلم بود. حتی شیرشان امرای امو چی از بوتلک من میدادم، خو میدادم، مثل گودی واریوار نگاه میکردم. خیلی دوست داشتم اشتوک. خب وقتی که به من خواستگار آمد خیلی سن من کم بود. خیلی یعنی من یک دختر شوخ 24 ساعت پیش روی تلویزیون دنس میکردم، در کوچه میرفتم بازی میکردم همراه اشتوکا. یک بالاخره یک فیلم، یک نقشه شومی پیاده میکردم، یک چی جور میکردم، چی میگن، یک پرابلم جور میکردم. خیلی حاضر جواب بودم در خانه. و من کلگی اونایی که ناز مرا میخواستن بدن و من از خاطر که حاضر جواب بودم میگفتن پلنگه. و یک روز از روزا و من خیلی خواستگار می آمد از هر طرف، فامیل پدر، فامیل مادر، فامیل پدر، فامیل مادر. خب مادرم کوشش میکرد که من در فامیل خود بده، از خاطر که فکر میکرد که فامیل خودش بهتر هستن از فامیل پدر من. و موفق شد که از من سوال پرسان کردن که میخوای عروسی کنی، اینی بچه است. آمد بچه، دیدیش، گپ زدی همراهش، بچه خوب است از نظر ما، تو چی فکر میکنی، میخوایی یا نه؟ من که از دید من عروسی کردن میکاپ کردن بود، ابروهای خود برداشتن بود، بروتای خود برداشتن بود، یکی بیای پشت هر روز تو رو ببره شاپینگ، ببره سینما، ببره رستوران، ببره پارک، ببره شهر بازی، ای او آن بود. من گفتم که من ازدواج میکنم دن. خیلی خوش بودم دیگه، از دل من خدا خبر داشت، ولی پیش پدر خود دیگه گفتم راضی هستم. بعد خلاصه ازدواج کردم 15-20 روز بعد از عروسی کردن بعد از شب عروسی خود منتظر ازی بودم که عادت ماهانه شوم، چون که من خیلی درد میکشم در عادت ماهانه خود. همیشه یک هفته پیش از اینکه عادت شوم من استرس میگیره که او مای گاد من باید این درد دوباره بکشم، نمیتونم، خیلی سخت است. و دکترها همیشه به من میگفتن عروسی که کنی خوب میشی، اشتوک که بیاری خوب میشی، و من خوب نشدم تا حال این پرابلم دارم. خلاصه اشتوکک من به دنیا آمد. نه فهمیدم کامل هستم. خیلی زود به دنیا میاد، نمیفهم چرا. فهمیدم کامل هستم. رفتم دکتر گفت حامله هستی. و من شاک ماندم. چی شد؟ چقدر زود؟ چی بود؟ بعد از یک طرفم خوش بودم که وای من اشتوک دار میشم. وای خیلی یک حس دیفرنتیه. اونایی که مادر هستن واقعا میفهمن که من چی میگم. بسیار یک حس زیبا و قشنگ، قلبم به تپش افتید. حتی اقدر استرس داشتم وقتی که میرفتم طرف دکتر که آزمایش خون از من بگیره که من بفهمم 100% حامله هستم یا نه. وقتی که از من خون گرفت دکتر، من از سر چوکی خستم. یادم از دقیق که از این چوکی که خستم خون مرا گرفت. از استرس شدید من قش کردم، یا از کمخونی شدید، خیلی کمخونم بودم، من قش کردم. باز خلاصه دیگه به گوش آمدم و من گفتن که خب تو حامله هستی و مادر شدی و اینا.
خیلی خوش بودم. بده رفتم شیرینی گرفتم، یعنی مکه نگرفتم، خوشاورم یاد داشت مثلا میفهمید از مکه کلانترم. شیرینی گرفت رفتیم خانه و کلگی شیرینی دادیم که او معامله هستم و بله عاملگی من خیلی سخت شد، خیلی خیلی خیلی. من 4 ماه گلاب پریتان استفراغ میکردم. شاید از من سوال کنین که بهار چرا یک تا اشتک آوردی دیگه نآوردی؟ از خاطر که خیلی به من سخت گذشت اشتکدار شدن، به دنیا آمدنش، دورانی که حامله بودم، جدایی از اشتک من، جدایی ازش خیلی سخت بود. خب عشقای من، تا همینجا که این ویدیو رو دیدین منتظر ویدیوی که من چی شد که جدا شدم باشین. کانال ما سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که نوتیفیکیشن براتون بیاد جدیدترین ویدیوها رو اول شما ببینین. لایک یادتان نره.